کلیپ آموزشی برای دوستانی که میگن در زمانی که رله فن ما سوخته باشه ماشین 405 سمن پارس چه کاری انجام بدیم. دوستان عزیز این در زمانی که رله سوخته این رله رو در بیاریم و رله آخری اولی و آخری رله اولی رو این دوتا پایه رو در رو با یک تیکه سیم با هم سری میکنی. یه تیکه دیگه هم سیم هم مثل همون نیاز داری. این پایه باز این با اون فرق میکنه، این پایه و این پایه، این دوتا پایه رو با هم سری میکنی. فنا ماشین شروع میکنه به کار، از واشر زدن و هزینه اضافی جلوگیری میکنه. لایک و کامنت هم یادتون نره تا منم بتونم کلیپای آموزشی بیشتری براتون بذارم. آب اشتباهت